درود دوستان عزیز دلم، دوستان نازنینم. من ملیسا هستم، فعلا لندن زندگی میکنم. دوستان خوبم، دوستانی که با من آشنایی داریم میدونین که من یه کانال تلگرامی دارم به نام دوره همی ملیسا انرژی مثبت و در واقع یه کانال یوتیوبی هم داشتم به نام دارم به نام لندن فارسی تاروت، یعنی به فارسی که بنویسین لندن فارسی تاروت یا به انگلیسیش لندن فارسی تاروت. این کانال من هستش، یعنی دقیقاً ملیسا لندن فارسی تاروت کانال یوتیوبی دیگر من هست. دوستان تصمیم گرفتم این کانال ملی وایس رو درست کنم به علت اینکه من خب بعضی از سوالات شما که میپرسین در رابطه با اون برنامه‌ای که خودم گذاشتم، نه اینکه مثلا سوالاتی که دیگه حالا همه مدل سوال، نه، برنامه‌هایی که میگذارم توی فرضاً همون لندن فارسی ملیسا لندن فارسی تاروت، توی اون یه سری از شماها دوستان عزیزم کامنت هایی رو میگذاریم. خب بعد من باید اینا رو دونه دونه اونجا بیام مثلا جواب بدم که مثلا منظور من چی بوده یا دارم چی میگم. ترجیح دادم که یه کانال ملی وایس درست کنم. این ملی وایس رو براتون لینکش رو توی خود کانال تلگرام هم اگه نگاه کنید اونجا هستش. دوستان حالا البته شما که دیگه الان اینو میشنوین که قطعاً دارین الان اینو، میخوام اینجا برنامه‌های صوتیم رو بگذارم. شاید بعضی از برنامه‌های صوتی رو هم به اینجا منتقل کنم، چون من دو سه تا کانال دیگر رو هم زدم ولی دیدم که خب خیلی طول میکشه تا دوستان بخوان به اون جوین بشن. الان انگار که روزش رسید، امروز 23 مارچ 2024 که فکر میکنم به ایران میشه 4 فروردین 1403 که روز شنبه هم هست و من امروز این کانال ملی وایس رو سعی کردم که داشته باشم برای صوتی ها، حالا کوتاه یا هر چیزی که به نظرم خوب باشه برای شما. من سعی میکنم که تو این کانال هر جا که باشم دیگه راحت یه لحظه وایس میگذارم و این میتونه مفید باشه انشالله. حالا شاید پیامی برای من مثلا باشه که به درد خیلیا بخوره، چون ما خیلیامون هم ارتعاش هستیم، خیلیامون متوجه زبان همدیگه میشیم، یک سری رنج هایی که کشیدیم شبیه هم بوده یا شبیه همه و حالا از تجربیات همدیگه میتونیم استفاده کنیم و محبت بکنین. خواهش میکنم همیشه برنامه‌هایی رو که گوش میکنین حتما کامنت بگذارین، نظراتتون رو بگین، به علت اینکه وقتی شما نظرتون رو میگین در واقع شما محبت میکنین، اون دیگران هم متوجه میشن که شما از این برنامه اگر سودی میبرین، چیزی رو تجربه‌ای رو دارین، خیلی خوبه اونو بنویسین. دیگران وقتی میخونن دلشون شاد میشه و این برای شما انرژی مثبت میاره. یعنی اون احساستون رو بگین، نظرتون رو بگین، اگر تجربه‌ای دارین بنویسین، حتی اگر کوتاهه، حتی اگر 2 خطه. این وقتی که کسی میاد اینا رو میشینه در تنها ترین لحظات زندگیش این کامنت ها رو میخونه، خیلی خیلی امید بخشه. خواهش میکنم زیر هر برنامه‌ای اگر هر احساسی براتون اومد، هر نظری داشتین، اگر تجربه خوبی رو پیدا کرده بودین برای هر چیزی تو زندگیتون برای شما اومد، اونو بنویسین و اینو شیر کنین، بگذارین که همگی در کنار همدیگه بتونیم یه آرامش رو تجربه کنیم. من که قطعاً 100% تمام این کامنت ها رو میخونم، به علت اینکه خب برام میاد و من اینا رو نگاه میکنم و حتما میخونم. درسته همیشه براتون برکت میخوام، حتی بعضی وقتا که نتونم جواب بدم همیشه پس اینا رو میبینم. پس این وایس رو الان گذاشتم که بگم میخوام بیشتر صوتی ها رو، تلاشم اینه که توی این برنامه بگذارم، چون این یه ذره برای من سختم نیستش که بتونم بعضی از صوتی هایی که میاد، چون تو تلگرام که میگذارم پشت سر هم نیست، یعنی هر کسی که بعدها جوین میشه خیلی بایستی که مثلا برگرده به عقب و بتونه تمام وایس ها رو پشت سر هم گوش کنه. شاید اینجا راحت تر باشه دیگه. همین، این فعلا فقط برای مقدمه ای بود برای اینکه این کانال رو چرا ایجاد کردم. مراقب خودتون باشین، سرتون سلامت، بهترینا براتون باشه، ایام عید هم براتون مبارک باشه و انشالله که لذتشو ببرین و شادی هاتون روز افزون. قربان شما.